مکروهات روزه. و در هنگام روزه‌داری برخی چیزها مکروه است که از جمله در مزمزه و استنشاق مبالغه کردن می باشد، زیرا بیم آن است که آب به شکمش برود، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم که فرمودند در استنشاق یعنی آب در بینی کردن مبالغه کن مگر اینکه روزه‌دار باشی. برای روزه‌دار هر آنچه که شهوت انگیز بوده بیم انزال منی باشد مکروه است، مگر اینکه بر خود اطمینان دارد که روزه اش فاسد نمی شود، عیبی ندارد. از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده که فرمود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بوسه می کردند و هماغوش می شدند در حالی که روزه‌دار بودند و توانمندی مهار کردن نیاز خود را داشتند و بنابراین برای جوانان هماغوشی مکروه است، نه برای سالمند. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که مردی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد هماغوشی روزه‌دار پرسید، برایش مجاز دانستند، و مرد دیگری آمد و پرسید، وی را منع کردند. پس کسی که با ایشان اجازه دادند سالمند بود و کسی که او را منع کردند جوان بودند. و از مسائل مهمی که علما مقرر کرده اند این است: کسی که در نانوایی و کارهای مشقتبار مشغول است، افطار کردن برایش مباح نیست، زیرا که آنها مانند دیگران مکلف به روزه گرفتن هستند. و خوردن و نوشیدن عمدی در روز رمضان روزه را فاسد می کند، به دلیل فرموده الله متعال: و بخورید و بنوشید تا اینکه رشته سفید از رشته سیاه فجر برای شما واضح شود، پس از آن روزه را تا به شب تمام کنید. بقره 187. همچنین هر آنچه که از راه دهن و یا بینی وارد بدن شود و یا از جمله آنچه به معنای خورد و نوش باشد، مانند سرنگ زدن مغذی، روزه را فاسد می کند. اما سرنگ غیر مغذی مانند پنسیلین و امثالش روزه را فاسد نمی کند. آن چیزی که از راه دهن برای نیاز به آن وارد بدن شود، مانند دوربین درمانی و داروی فشار نفس‌تنگی و مانند آن روزه را فاسد نمی کند. و همینطور سرمه کردن و داروی قطره به چشم و یا گوش و مانند آنها چکانیدنش به روزه آسیبی نمی رساند، زیرا دلیلی بر فاسد شدن روزه وجود ندارد و نیز چشم مدخل عادی خوردن و نوشیدن نمی باشد. همین گونه است داروی قطره گوش و بینی. ولی برای بینی بهتر است از چکانیدن قطره اجتناب شود، چرا که آن حضرت صلی الله علیه و سلم از مبالغه استنشاق برای روزه‌دار منع کردند، به دلیل آنکه مدخلی به جوف بدن می باشد. و اگر آنچه را که مغذی نیست و یا ضرر می رساند کشید، مانند سیگار، روزه اش را می شکند، زیرا که از مدخل عادی که دهان است آن را کشیده است که به معنای خوردن و نوشیدن می باشد. و آنچه که اجتناب از آن ممکن نباشد، مانند گرد و غبار راه، روزه را فاسد نمی کند. و یا بقایای طعام در میان دندانها اگر به شکم می رود، روزه را فاسد نمی کند. همبستر شدن دومین فاسد کننده روزه است، به دلیل فرموده الله متعال که فرمودند برای شما حلال شده در شبهای روزه همبستری با زنانتان. و رفث یعنی آمیزش و همبستر شدن. کسی که روزه‌دار بود و همبستر شد، روزه اش باطل گردیده بر وی قضای روزی که همبستر شده و نیز پرداخت کفاره شدید می باشد که عبارت از آزادسازی غلامی اگر پیدا نشد 2 ماه پی هم روزه گرفتن است. اگر نمی تواند باید 60 مسکین را غذا بدهد. اگر زنی شوهرش را وادار به جماع کرد باید کفاره بدهد و اگر شوهرش او را به جماع مجبور کرد روزه زن نیز باطل شده و بر وی فقط قضای 1 روز روزه است، نه کفاره. جواز دارد اگر به بیماری مبتلا بود که روزه گرفتن برایش آسیب میرساند، به دلیل فرموده الله متعال: پس کسی از شما مریض و یا در سفر بود از روزهای دیگر آن را حساب کند. و اگر مریضی افطار کرد و بیماری او از نوعی که امید شفایش بود، بر وی قضای روزهای افطار کردهش پس از شفایابی واجب است.
به دلیل فرموده الله متعال: پس کسی از شما که مریض و یا در سفر بود از روزهای دیگر آن را حساب کند. اما اگر بیماری مزمن بود و یا بیمار سالمندی بود که توان روزه گرفتن را نداشت، برای مسکینی روزانه نیم سا یعنی پیمانه برنج و یا مانند آن که از خوراک همان سرزمین باشد صدقه بدهد. برای مسافر نیز روزه خوردن در رمضان مباح است و بر وی قضای آن واجب است. به دلیل فرموده الله متعال: اگر کسی از شما بیمار و یا مسافر بود باید از روزهای دیگر قضای آن را بشمارد. و به دلیل حدیث انس بن مالک رضی الله عنه که فرمود: با نبی اکرم صلی الله علیه و سلم سفر می کردیم. روزدار ما بر روزخور و یا روزخور ما بر روزدار اعتراضی نداشت. سفری که روزه خوردن را مباح می کند همان سفری است که در آن نماز نیز قصر خوانده می شود که در عرف و عادت برایش سفر گفته می شود، به شرط این که سفر مباح باشد، نه سفری که برای معصیت بوده و یا سفری که غرض از آن حیله برای روزه خوردن باشد. در چنین سفری اجازه روزه خوردن را ندارد. و اگر بر مسافر روزه سخت بود و یا بر وی مضر بود، روزه خوردن برایش بهتر است، زیرا که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مردی را دیدند که از گرمی بر وی سایه کرده و مردم در اطرافش جمع شده بودند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: روزه داشتن در سفر از نیکویی نمی باشد. همچنین زن باردار و یا زن شیرده اگر بیم آن میرفت که روزه داشتن او برای خودش آسیب میرساند، روزه میخورد و مانند بیمار قضای آن را به جا می آورد. به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم که فرمودند: الله تعالی از مسافر روزه و برخی از نماز را عفو کرده و همچنین از زن باردار و زن شیرده روزه را عفو نموده است. و اگر زن نسبت به حمل و کودک شیرخواره اش بیم آسیب داشت، روزه اش را میخورد و قضای آن روزه را میگیرد و از هر روزی که افطار کرده برای مسکینی طعام میدهد. به دلیل فرموده ابن عباس رضی الله عنه که فرمود: و از زنان شیرده و باردار اگر بر کودکانشان بیم آسیب از روزه را داشتند، افطار نموده به مساکین طعام میدهند. اما زنی که در رمضان حیض دید و یا ولادت کرد، روزه اش را باید بخورد و روزه داشتن بر وی حرام است. اگر روزه گرفت صحیح نیست و بر وی قضای روزهای افطار شده واجب می باشد. به دلیل اینکه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها زمانی که از قضای زن حائض روزه نه نماز پرسیده شد چنین فرمود: هنگامی که به آن مبتلا می شدیم به قضای روزه امر می شدیم، نه به قضای نماز.